پیشبازی فرانسه اسپانیا، اولین شب نیمه نهایی جام جهانی. خب بی‌وقفه بریم شروع کنیم در مورد بازی حرف بزنیم و اول از تیم اسپانیا شروع می‌کنیم که خب نکات بیشتری رو شاید برای گفتن اینجا داشته باشیم. اسپانیایی که خب همه میدونن از سالیان اخیر، از دهه‌های اخیر، چندین دهه است که سبک بازیشون تقریبا تغییری نکرده و با هر مربی که میارن یه تاکتیک مشخصی رو جلو میرن. مثلا با لوئیس دلا فوئنته تقریبا مشابه اکثر مربی‌های اسپانیایی، اونا سیستم کاملا مالکیت محوری رو تو بازیشون دارن. جلوی حالا هر تیمی باشن، چه فرانسه و چه هر تیم ملی دیگه قرار بگیرن، اونها قطعا تیم مالک خواهند بود و کاملا تلاش خواهند کرد تا تیم مالک بازی باشن. در مقابل پرتغال و بلژیک، حالا ما امروز بیشتر در مورد بازی با بلژیکشون که نزدیکتر هست حرف خواهیم زد. تو اون بازی خب شاید تغییر مشهود و کاملا خیره کننده و شجاعانه لوئیس دلا فوئنته حضور پدری رو نیمکت بود و فابیان رویز جای اون فیکس شد که عملکرد خوبی رو هم داشت. بازیکنی که خب جای در واقع پدری رو تو ترکیب گرفته بود و بیشتر خب جلوتر از پدری حضور داشت، بین خطوط حرکت آزادانه‌ای رو داشت و موفق شد که حالا گل هم بزنه. بهش خواهیم رسید. از عقب اسپانیایی‌ها وقتی میخوان بیلداپ رو انجام بدن عجله‌ای نمی‌کنن، خونسردن و با پاس‌های کوتاه و جابجایی مداوم بازیکناشون میتونن که توپ رو راحت و آسوده بالا بیارن، جوری که خب آروم آروم توپ از زمین خودشون بالا میارن. فول بک هاشون که دیگه تقریبا تبدیل به وینگ بک میشن، میرن تو خط خودشون جلوتر و یه جوری جای وینگرها قرار میگیرن. وینگرها هر دو تو عرض میزنن که احتمالاً لامین یامال و الکس بانا باشن و نیکو ویلیامز هم حالا بعد اضافه بشه. ممکنه حتی درصدی بدیم به فیکس بودن نیکو ویلیامز در این مسابقه. دیدیم شرایط بازیشو که خیلی بازیش به چشم نیامد، دقایق محدودی هم بهش رسید که خب اگر هر وینگری تو ترکیب قرار بگیره که این بعد حداقل میدونیم که لامین یامال قرار میگیره، کاملا تو عرض میزنن، جا رو توی کناره خط به فول بک ها یا وینگ بک هاشون میدن، خودشون تو عرض میزنن و کاملا سعی میکنن که از هاف اسپیس ها بهره ببرن، از فضای بین فول بک و مدافع میانی حریف، حالا چه در سمت راست چه در سمت چپ، بهره ببرن یا پاسای خوبی و خط شکنی رو ارسال بکنن پشت مدافعین و یا حتی بیارن تو عرض و شوت بزنن، چیزی که در هم بازی پرتغال هم مخصوصا بازی با بلژیک بارها از لامین یامال ما میدیدیم. و خب با اینا البته چون وینگر تخصصی نیست یه مقدار سبک بازیش متفاوته، اما به هر حال این چیزیه که کاملا ما باید در واقع پیش بینی بکنیم از بازی اسپانیا و انتظار این رو بکشیم. خب در مقابل بلژیک از جایی که خب پدری روی نیمکت بود، وظیفه 100% تنظیم ریتم بازی به عهده رودری گذاشته بود که خب ما میدونیم به واسطه حضور در منچستر سیتی گواردیولا سالها این توانایی رو کاملا به دست آورده. هم میتونه به عنوان یک هافک فیزیکی و تخریبچی بازی کنه و بیشتر از اون به عنوان یه هافبکی که به بیلداپ تیمش کمک بکنه از اون استفاده میشه و اون رو میشناسی. این بازیکنی که خب توپ رو از مدافعین میانی میگرفت، حتی میومد بین اون دو مدافع میانی یعنی کوبارسی و احتمالاً لاپورت قرار میگیره و خب توپ از اونها میگیره و چند متری جلو میاد و تنظیم ریتم میکنه با پاس دادن به هافبک ها یا فول بک های کناری یا حتی پاسای در عمق در واقع روی زمین که این حالا جلوی فرانسه تقریبا خیلی سخته براشون. حالا به فرانسه هم میرسیم که چطوری مقابله خواهند کرد با تیم ملی اسپانیا. و در مورد رودری داشتم میگفتم که واقعا یه بازیکن خلاق میتونه باشه با توجه به اینکه در واقع خیلی دوندگی در پستش، در واقع کلا دوندگی در پستش لازم نیست و میتونه که با آرامش بیشتری که این کار رو میکنه بازی رو دنبال کنه و کاملا تنظیم ریتم کنه و این اجازه رو در صورت نیمکت نشینی مجدد پدری که خب سخت بشه دوباره پدری نیمکت بشه، اما دلا فونته نشون داده که کاملا این اتفاق ممکنه. دو هافبک دیگه تیم که حالا هر کی باشن، مخصوصا فابیان، کاملا آزادانه بین خطوط‌های حریف، در واقع بین خط‌های حریف یا خطوط حریف حرکت می‌کردن و خب انتظار توپ رو می‌کشیدن با پاس‌های زمینی و کوتاه و جابجایی بین بازیکناشون خیلی راحت موقعیت خلق می‌کردن و موفق شدن که بارها به همین شکل و حتی روی ریباند و جاگیری آزادانه هافبک‌هاشون بین خطوط که چه فابیان چه مرینو که مثال‌های فوق‌العاده‌ای بودن در بازی قبلی استفاده کنن و دروازه حریف رو باز کنن.
بدون توپ اما اسپانیا در شرایطی که مالکیت سخت بشه اما به هر حال به حریفشون واگذار شده، اونها فاصله بین خطوطشون رو خیلی کم میکنن. وینگرها کاملا میان در کارهای تدافعی شرکت میکنن و حتی تیم حریف وقتی میخواد بیلداپی رو داشته باشه، وینگرها و حتی مهاجم نوکشون که قطعا اویارزابال خواهد بود بدون هراس میرن در واقع توی پای مدافعین میانی حریف و خب اجازه کار رو در واقع به اونا نمیدن یا کار رو براشون سخت میکنن تا مدافعین حریف زیر توپ بزنن یا حداقل رو بیارن به پاس‌های بلند تا توپ از خط دفاعیشون دورتر بشه. حالا در مقابل مدافعین فرانسه کار برای وینگرهای اسپانیا و در واقع پرس اونها بسیار سخته، چون حالا زوج سالیبا و اوپامکانو فوق‌العاده آمادن و فوق‌العاده در واقع تواناییشون بالاست، چه با توپ و چه مخصوصا بدون توپ میتونن خیلی در واقع به فرانسه آرامش خاطر بدن تو خط دفاعی. اما خب برشکل مقابله با پرس سنگین اسپانیایی‌ها بسیار کار سختیه، چون اونها وقتی توپ رو لو میدن با یه برنامه در واقع 3 الی 7 ثانیه‌ای خیلی شدید و با 5-6 نفر یه دفعه میرن پرس میکنن و خیلی سریع میخوان تو زمین حریف بازپسگیری کنن و یه دفعه شوک رو به تیم حریف وارد کنن و از همونجا یا شوت بزنن یا حالا روی دروازه بخوان ارسالی رو داشته باشن. اونها بیشتر روی زمین کار میکنن اگه بخوان ارسال بکنن، چون خب مهاجم لزوما سرزنی ندارن. اویارزابال درست قد و قامت مناسبی برای سرزنی دارن اما روی زمین بیشتر مهارت داره تا اینکه بخواد رو هوا سرزن باشه. همچنین وینگرهاشون و البته هافبک هایی که به باکس اضافه میشن از جمله مرینو قدرت سرزنی خوبی دارن که خب میتونن ازش استفاده کنن. اسپانیا در دفاع به سیستم واضح 4-1-4-1 تبدیل میشه که این 4-1-4-1 میتونه خیلی اوقات به 4-5-1 هم تغییر پیدا کنه وقتی که در واقع بخوان حتی بالانس سر خطوط بچینن و تیم دلافونته دفاع بکنه در مقابل تیم فرانسه که به سرعت بالاشون مشهور هستن، به انتقال سریع از دفاع به حمله و در واقع این شمه بالاشون برای اینکه در کمتری زمان بتونن بهترین موقعیت رو روی دروازه حریف بسازن. میرسیم به فرانسه دیدیه دشان که در بازی‌های قبلی کاملا عیار خودش رو ثابت کرده. ما بیشتر در مورد بازی با مراکش اونها حرف خواهیم زد که خب مقابل مراکش که خب شاید یک تیم متوسط در اینجا باشه یا حداقل جزء مدعیان اصلی قطعا نباشه، هر چقدر خوب باشن و یه جوری سقف آرزوهای اونها نیمه نهایی بتونه باشه که در دور قبلا واقعا شایستن و با سبک بازی کاملا تدافعی بهش رسیدن. اما خب امسال با محمد وهبی، یک تئوریسین درجه یک فوتبال که در بلژیک هم تحصیل کرده اما خب مراکشی هست و یه جوری تفکرات اروپایی داره، خب بازی خوبی ازشون دیدیم در این جام. اونها خیلی تیم هجومی بودن، مخصوصا به تیم هایی که یا برابر بودن یا ازشون پایینتر بودن و میدونستن که به خوبی میتونن به اونها زور بگن. حتی مقابل برزیل هم شجاعانه و مالکانه جوری بازی کردن و خب با خط هافبک درجه یکی که داشتن، فول بک های فوق العاده ای که به حمله اضافه میشدن و البته حضور یک مهاجم درجه یک یعنی سیباری که شاید حالا مصدومیتش ضربه بزرگی رو به مراکش زد. خب اونها بازی خوبی رو داشتن. اما خب مقابل فرانسه که الان هدف اصلی ما فرانسه هست، بگم که اونها وقتی که مالکیت رو داشتن در مورد مراکشی ها مقابل فرانسه دارن حرف میزنن، فرانسوی ها خب کاملا اجازه دادن پاس‌های توی عمق یا پاس‌های خط شکن رو از مراکشی ها گرفته بودن، اونها رو در یک حالت محدودی نگه می‌داشتن. درسته مالکیت رو شاید به اونها در دقایقی میدادن اما خب اونها رو یه مقدار محدودتر می‌کردن، چیزی که خب اصلا نمیتونه برای اسپانیا خبر خوبی باشه و یه جورایی با هافبک‌های فیزیکی و البته تخریبچی که داشتن، هم مانکنه هم شوامنی و حتی ربیو که یک هافبک هم میتونه فیزیکی هم باکس تو باکس باشه، اونها اجازه دادن پاس‌های تو عمق رو کاملا میبستن و محدود میذاشتن بازیکنان مراکش و البته هر چقدر مراکش در این حالت مجبور میشد پاس‌های رو به عقب بده، وینگرها و مهاجمین سرعتی فرانسه دمبله، دوه و کیلیان امباپه یا حالا حتی برادلی بارکولا جای دوه کاملا تهاجمی و به اصطلاح اگریسیو، یعنی با شدت بالا توی پای مدافعین یا دروازه‌بان حریف می‌رفتن و اونها رو مجبور می‌کردن زیر توپ بزنن و در نهایت با هافبک‌های فیزیکی که داشتن و در واقع برتری هوایی که با شوامنی و کنه ایجاد می‌کردن یا حتی ربیو مالکیت رو پس می‌گرفتن و سعی می‌کردن با در واقع کمترین پاس بهترین نتیجه رو بگیرن و خیلی سریع خودشون رو به دروازه حریف برسونن، چون که ما می‌دونیم بسیار سرعت بالایی در رسیدن از دفاع به خط حمله دارن.
یه نکته که در مورد فرانسه هست، برخلاف اسپانیا اونا برنامه پرس دائمی ندارن. یعنی چی؟ یعنی موقعی که توپ در اختیار خط هافبک حریفه، اونها با تعداد نفرات بالا پرس نمی‌کنن و همونطور که گفتم اونها رو در یک مید بلاک محدود می‌کنن تا نتونن پاس‌های مناسبی رو به چه پشت دفاع فرانسه و چه حالا پاس‌های خط شکنی که از هافبک عبور کنه و به مهاجمینشون برسه بدن. و خب در این امر فرانسوی‌ها کاملا موفق بودن و با برنامه در این امر ظاهر شدن. اما خب پرسینگ اونها یه جورایی بداهه است توسط مهاجمینشون. اونها در واقع دیدی دشانی رو نیمکت دارن که مهاجمین رو کاملا مخصوصا در این دوره بسیار مشهوده که آزاد گذاشته و اجازه در واقع تصمیم گیری شخصی رو به اونها داده. حالا اولیسه که خیلی در پرسینگ نه، البته که بازیکن دونده‌ای، اما دمبله فوق‌العاده در پاریس سن ژرمن مخصوصا پرس های سنگین و اون در واقع استایل خاصش هنگام پرس رو ما به خاطر داریم. و البته امباپه‌ای که اگر بخواد پرس کنه سرعت بالایی داره و همونطور که صحبت کردم هر چقدر مراکش توپ رو عقب‌تر ببره و بیشتر تعلل و مکس داشته باشه، فرانسوی‌ها راحت‌تر و با سرعت بیشتر میتونن پرس کنن و در نهایت یک ضد حمله مرگبار رو داشته باشن و یک زخم جبران ناپذیر رو به حریف بزنن. چیزی که کار رو میتونه خیلی برای اسپانیا سخت کنه اینه که خب فرانسه در خط دفاعی بسیار منظمه و تقریبا کم اشتباه، ضریب اشتباهات فوق‌العاده پایین و خب این خبر خوبی برای اسپانیا نیست. و اونها یک دروازه‌بان خوب رو هم میشه گفت در چارچوبشون دارن. حتی در واقع از اونای سیمون میتونه مطمئن‌تر ظاهر بشه مایک منیان و خب با خط دفاعیشون هم کاملا هماهنگه و خب همونطور که صحبت کردم زوج آماده سالیبا و اوپامکانو کار رو برای اسپانیایی‌ها سخت میکنن. اون در پست‌های در واقع فول بک چپ و راست هم که خب از ابتدا با تئو هرناندز تورنمنت رو شروع کردن تو سمت چپ، اما خب به خاطر حالا به واسطه در واقع حضور در لیگ عربستان و نبودن در اون سطحی که از تئو هرناندز انتظار داریم، لوکاس دینیه فیکس شد یا لوکا دینیه که فوق‌العاده عمل کرد نسبت به سطح خودش البته و او هم بازیکن کم اشتباهی بود. اما خب هم او هم در سمت راست یک بازیکن که جایگاهش کاملا ثابت شده است، یعنی ژول کنده، کاملا محتاط بازی میکنن. مثل فول بک های اسپانیا اونقدر بالا نمیان که پشتشون خالی بشه و ضد حمله بخورن و کاملا در این قضیه محتاط و کم اشتباهن مثل دو مدافع میانیشون. و خب پشت دفاع فرانسه کاملا نفوذناپذیر نشون داده حداقل تا اینجا برای وینگرهای سرعتی مثل یامال و نیکو ویلیامز یا حتی اون بر الکس باینای که خب اصلا سرعت کمی رو نداره، در کورس میتونه ژول کنده رو اذیت بکنه. دو بازیکنی که مقابل هم در لالیگا و رقابت‌های مختلف مخصوصا این فصل در پیراهن‌های بارسا و اتلتیکو بازی کردن و شناخت فوق‌العاده‌ای رو از هم دارن و اون بر تقابل جذاب یامال و البته دینیه که شاید سخت‌ترین شب رو براش ما بتونیم مشاهده بکنیم. کار فوق‌العاده سختی رو داره، اصلا نباید ریسک پذیر باشه و مقابل یامال هر سوتی که بده میتونه به بلای جون فرانسه حذف اونها و حتی منفور شدنش در بین هوادارا تبدیل بشه. یه جنبندی در مورد فرانسه بخوام داشته باشم اینه که ما متوجه شدیم اونها در واقع ساختار دفاعی منظمی دارن، اکثر بازی مید بلاک بازی میکنن، اجازه مالکیت رو به اسپانیا کاملا خواهند داد و خب یه جورایی اونها رو در خط هافبکشون محدودتر میکنن که به همین واسطه احتمالاً پدری دوباره در ترکیب اصلی قرار بگیره و با زوجش با رودری و حالا به واسطه هماهنگی بیشترش با وینگرهای تیم بتونه از در واقع خلاقیت خودش در تنگنا استفاده کنه و بتونه بالاخره از فضای پشت دفاع فرانسه به اونها زخم بزنه با پاس‌های بلند و البته روی هوا، چون پاس‌های روی زمین رو کاملا فرانسوی‌ها برای حریف میبندن با در واقع واسطه هافبک هاشون و مدافعینی که دارن و خب خیلی نمیذارن که حریف روی زمین حداقل کار کنه و خب این کار رو برای اسپانیا قطعا سخت میکنه. اما خب با حضور احتمالی پدری دوباره در ترکیب اصلی و آغاز کردن اون به عنوان بازیکن فیکس میتونه که یه مقدار کار اسپانیا راحت تر بشه و کار فرانسه در خط هافک و دفاع سخت تر بشه. خب در نهایت پیش بینی داشته باشم از ترکیب دو تیم برای در واقع تیم ملی اسپانیا، من یه پیش بینی رو بخوام داشته باشم که قطعاً اونای سیمون در چارچوب دروازه قرار میگیره. خب با انتقاداتی که بودن خب به عنوان دروازه‌بان اصلی معرفی شده. پدرو پورو، مارکو کوریا، ایمریک لاپورت، پاو کوبارسی در خط دفاعی هستن که خب هماهنگی خوبی رو هم با هم دارن و منظم دو مدافع میانیشون کار میکنن و سعی میکنن که از هر گونه حاشیه‌ای دور باشن و با تمرکز بالا دفاع کنن، مخصوصا پاو کوبارسی که هر دو هم در بیلداپ خوبن و دیدیم مثلا جلو هم میان تا زمین حریف هم میان که البته جلوی فرانسه سخت اما غیر ممکن نیست و اصلا روی شوت کوبارسی بود که مرینو در ریباند دروازه رو باز کرد. در خط هافبک رودری حضور فیکس خواهد داشت قطعا به عنوان کاپیتان اول. پدری به نظرم فیکس
خواهد شد و حالا اون در واقع بازیکن سوم تو خط هافک میتونه کاملا دنی اولمو باشه که عملکردش فوق‌العاده شد هرچی گذشت و که از دو بازیکن دیگه جلوتر بازی میکنه، آزادانه حرکت میکنه همونطور که گفتم. و در خط حمله هم که اونها لامین یامال رو خواهند داشت، به نظرم الکس باینا، چون نیکو ویلیامز خیلی شاید آماده نباشه اما باز درصدی رو میشه به فیکس بودن او اختصاص داد. و البته میکل اویارزابال که تو خط حمله جایگاهش ثابت شده است، خیلی گلزن نشون داده و هر موقع به تیم ملی میرسه کاملا بازی قابل قبولی رو به نمایش میذاره و خب حرف و حدیثی به نظرم در خط حمله اونها نمیتونه وجود داشته باشه. اما برای فرانسه بگم که خب مایک مینیان قطعا تو چارچوب قرار میگیره، مثل اونای سیمون کاملا به عنوان دروازه‌بان اول قبولش دارن. سمت راست ژول کونده، در پست دفاع میانی کاملا سالیبا و پامکانو قوی نشون دادن. لوکا دینیه تو سمت چپ که خب با واسطه عملکرد خوب و در واقع متوسط رو به بالایی که داره، یه جای 7 یا 8 از 10 که داره، تو ترکیب قرار خواهد گرفت. در خط هافک مانه کنه، شوامنی و جن ربیو از در واقع اینها باید 2 نفر بازی بکنه که به نظر مانکونه و ربیو خواهند بود، اگرچه شوامنی میتونه جای مانکونه بازی کنه اما خب نشون داده که دشان به در واقع مانکونه کاملا اعتماد زیادی داره و خب یه جورایی به اون بازیکن علیرغم خب حضور در تیم روم که تیم متوسط‌تر نسبت به در واقع بازیکن‌های دیگه در خط میانی اعتماد داره، بهش بازی میده و اون رو زوج ربیو قرار میده. و البته 4 بازیکن یا بهتر بگم تقریبا مربع آتش فرانسوی‌ها که میتونیم اولیسه رو پشت 3 بازیکن در نظر بگیریم، عثمان دمبله در سمت راست، دزیر دوئه در سمت چپ و البته امباپه در پست نوک حمله. یه چیزی که من به نظرم هست، میتونه بارکولا هم در این بازی به واسطه دوندگی بیشترش تو ترکیب قرار بگیره، اگر نه هم که میتونه به واسطه خلاقیت بیشتر از دزیر دو استفاده کنه، دویی که به خط هافک هم نشون داده خیلی میتونه کمک شایانی داشته باشه. پیش بینی این بازی خیلی سخت و تا حدی غیر ممکن به نظر میرسه، چون خب خیلی میتونه شانس دخیل باشه. روند بازی میدونیم به چه شکل خواهد بود اما به هر شکل شانس خیلی میتونه دخالت روشنی رو در این بازی داشته باشه. میدونیم اسپانیا مالکه، سعی میکنن بیان بالا اما خب پیش بینی این بازی خیلی سخت و تا حدی غیر ممکن به نظر میرسه، چون خب خیلی میتونه شانس دخیل باشه. روند بازی میدونیم به چه شکل خواهد بود اما به هر شکل شانس خیلی میتونه دخالت روشنی رو در این بازی داشته باشه. میدونیم اسپانیا مالکه، سعی میکنن بیان بالا اما خب دفاع منظم فرانسه میتونه که خب کارو برای اونها سخت کنه و البته اگر توپ رو در زمین حریف لو بدن و خیلی بالا باشن، فرانسه میتونه که خیلی سریع به اونها ضد حمله بزنه با وجود کیلیان امباپه و عثمان دمبله و دیگر مهرهای هجومی و البته پاسور خلاقی مثل مایکل اولیسه و خب میتونه که خیلی در واقع کار برای هر دو تیم گره بخوره در این مسابقه. کاملا غیر منتظره است اما خب در واقع یه پیش بینی که حالا بخوام شخصا داشته باشم، به نظرم این بازی میتونه حتی 1-1 بشه و در واقع به ضربات پنالتی هم کشیده بشه. میتونه که این بازی در پنالتی به نفع فرانسه تموم بشه اما خب به نظرم این بازی نیست که در 90 دقیقه برنده داشته باشه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. مرسی که تا پایان این ویدیو همراه من بودین. اگر خوشتون اومد میتونید سابسکرایب یا لایک بکنید و حالا اگر شد یه کامنتی هم به هر زبانی که دوست داشتین بذارین و ویدیوی بعدیمون احتمالاً بره برای ویدیوی بعد از مسابقه فرانسه و اسپانیا. امیدوارم که لذت برده باشید و تا ویدیوی بعدی فعلا.